توسط کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 21 اپریل سال 2024 خبر داد که بر اساس مراجعت یک جوانزن ساکن پایتخت، راننده و پولچینک خطسیر رقم 46 برای رفتار دغلانه‌شان دستگیر کرده شدند. بنا به اطلاع نشر شده از جانب کارمندان میلیسای پایتخت، مراجعت الکترونی یک نفر شهروند سانحه 20 اپریل سال جاری در سامانه اینترنتی نشر نموده از بدرفتاری راننده و پولچینک واسطه نقلیات خطسیر رقم 46 شکایت داشت. مورد سنجش و بررسی قرار داده شد. در نتیجه راننده ماشین تمغه مرسدس سپرینتر رقم قید دولتیش 4982 00 سعیدوف دولت میرزا سال تولد 1993 استقامت کننده نویه رودکی و پولچینک اون نوبالغ اسمانوف بازداشت کرده شدند. خود راننده و پولچینک برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه میلیسیا دولت میرزا سعید و پولچینکش ضمن فعالیت مسافربری در خیابان باباجان غفورов نویه سینا قاعده های حرکت در راه را دغلانه ویران نموده به پیاده‌گردان راه ندادند. این چنین به ایراد شهروندان بی‌اعتنایی نموده همزمان با الفاظ قبیح نسبت جوانزن مراجعت کننده دشنامه‌های قبیح نموده شأن و شرف او را در نزد اطرافیان پس زدند. وابسته به حالت مذکور نسبت به راننده سعیدوف دولت میرزا برای ویران نمودن قاعده های حرکت در راه طبق طلبات ماده های 511 324 و 320 کودکس های حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده. همزمان برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی مواد ضروری ترتیب داده شد و پروندهش تحت سنجش قرار دارد. همزمان نسبت به والدان نابالغ اسمانوف طبق طلبات ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان برای مسئولیت در تربیت فرزند پروتکل مأموری ترتیب داده شد.